تا حالا شنیدی که یه عقرب بال داشته باشه؟ نه توی افسانه خارجی، بلکه یه موجود کاملا ایرانی. بهش میگن کژدنبال. میگن تو شب‌هایی که ماه کامل نیست و کویر تاریک‌تر از همیشه است، از دل شن‌های سرخ لوت صدایی شنیده میشه. یه خشخش که آروم شروع میشه و بعد ناگهان قطع میشه. اون وقته که کژدنبال بیدار شده، عقربی افسانه‌ای با بدنی براق و فلزی، چشم‌های قرمزتر از خون و 2 بال آتشین که روشنایی به دل کویر میارن. میگن اون بالها بال پرواز نیستن، بلکه بال آتشن و با هر تکونش خاک داغتر میشه و نفس آدم بند میاد. افسانه‌ها میگن کژدنبال از زمان زرتشت به این طرف مونده. موجودیه که نگهبان مرز بین دنیای انسان و آتش ایزدیه. اگه راهت به اون مرز بخوره و آماده نباشی، دیگه راه برگشتی برات نیست. اما این مثل یک رازه که واقعا هیچ کس نمیدونتش. آیا کژدنبال فقط نگهبانه یا دنبال کسیه که وارث آتشش باشه؟ حالا تو بگو، اگه یه شب رد سوخته بالهای کژدنبال رو توی شنها دیدی چی کار میکنی؟